سلام، اینم از آخرین روزی که منو با این ابروها میبینید. قراره برم تتوش کنم و ناهماهنگی هاشو درست کنم. دیگه ارغوان خواهرم اومد دنبالم که با هم بریم ابروامو درست کنم. اینجا هم داره بهتون نشون میده که چقدر فاجعه است. یکیش 8 یکیش هلاله. رسیدیم و بی‌حسی زدم. دندان پزشکی باشه؟ دندان رو میخواین کامپوزیت کنم؟ آره اصلا دندان کامپوزیت هست. کامپوزیت خالص. به نظرم فقط یه خورده نواقصش رو بگیریم، یعنی یه تمیز نکنیم. بشه خیلی کم. آره میگم فیسش کلا طبیعیه. اینجا هم که دیگه استارت کار خورده بود و استرس داشتم، ولی باید بهتون بگم که اصلا درد نداشت برخلاف تصورم. خب اینم از پایان کار. امیدوارم خوشتون اومده باشه. شوخی کردم. بریم یه قبل و بعد ببینیم و بریم خونمون. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. بوس بهتون. خدافظ.